ما کمک میشین. ما در بین دو سیل بدیم بسیار سیل خرابی که دیگه دلکاف شدیم. بخدا بسیار در روزای بدم دیدیم. خیر ببینیم شما. مردم بسیار خراب داد میداد. خودم یک بسترم استقدار بدیم ولی خودم بسترم سر کلاش بندیده. دلکاف کشید در کلان شکش مرده. سیل اومد اول نفهمیدیم. دانی اولی رفتیم که سیل اومد. موتر منو بود پشت سرمون همسایه‌مون بود. 4 تا اولاداش بود. 2 تا زن دیگه رای بالا شلاغمون رو کشید. کلگی هم نگیره گرفت رفت. سعی کردیم فرصت که بین عالی رو گریختیم به در بغل کو رفتیم. بغل بعضی پوش مایده شاوگوشه دختری ورنه بچه ورنه کلگی را قوممون و سرخانشان هم نگیره دعا بود. یه بر برین بغل دا کو خشم گریخت. سیل بردشان بسیار مال و قومی خیره شلاغمون بسیار خساره که برادر. بیت دلکف زرکف هست بی جمع شلاغ شیخ جلالی هیچ آل نداره. نه زنش نه مردش کلگیش قوم بیگر غیری که در دکتر بده و در دکتر بده دیگه وظیفه ما نیست. زمانی که اول سیل ما شنیدیم به خانه بودیم. ما اول سیل شنیدیم مثال به غیبت سیل بود. ما خود کشیدیم در تپه مقبره. مقصد سر کشیدیم دیگه تمامی آسایید و مال و همگی ماند اونجا دیگه. خانه و جای دیگه تمامی ظرفی که بود در خانه کلگی ماند. اونجا که باز تا یک وقتی را سیل آمد و جایی را چپه کرد و جایی را لغت خو کرد. وسایل زیر خانه است. اسبابای زیر خانه یک دم زیر گل گم است. بردگیش را سیل برد و لیج آمد. از اونجا شو خیستیم در قریه دیگر رفتیم. شو اونجا تیر کردیم. یه نصیبکی نمیتر آمدیم کم کم. لایش و آویشانه کشیدیم و لایش. یه طور یک سیل بود صاحب مهربان که بیخی وحشتناک سیل بود دیگه. یک بلا بود بلا سیل نبود. هیچ وقتی در عمر سرت سیل ما ندیده بودیم. بعضی را مالش برد، بعضیش برای خانهش چپه کرد، بعضی را برای خانهش زیر لای غرق شد. وسایلش زیر لای غرق شد. یعنی میتر تکلیفات سر مردم چیست. فعلا مشکلات ما اینمی خانه چپه شده برادر جانی. دیوالا را سیل لغت کردن از خانه نشسته یک دی بگیر کرد لایش نیم کلا کشیدیم دیگه داخلای اولی یک دم لای پور پروند مگس و بس کرم خانه 24 ساعت رفتره ما به شفاخانه است. یعنی از دست مریضی و بوی و تفت رسوایی. برادران و خواهران نهایت عزیز، این بسته های مواد خوراکی را برادر ولید از عراق به نیابت مؤسسه النمارق فرستاده است و در پهلوی آن بنیاد خیریه ترحم تصمیم گرفت که برای هر فامیل مبلغ 3000 افغانی نقد نیز بپردازد. تقاضای ما از شما است که برای برادران و خواهرانی که یک کمک فرستادن برشون دعا بکنید. ما دعا میکنیم به درگاه خداوند جل علا که مردم ما را وضعش چنان خوب بسازه که نیاز به این کمک‌ها نباشه.